دوستان محمد، اما خیلی خوش اومدی به کانال من. مگه بچه ما امروز میخوایم یه دوئلی با این باهاشون بریم. دوستان قبل از اینکه همیشه شروع بشه لطفا اگه تو بدبخت شدم نگاه Team deathmatch. صاف هر کاری که میخواید بکنید بچه ها که ما برسیم به دفعه ما هم به دوستانتون معرفی کنید. بچه ها نمیدونید که من در ذره مثلا من ویدیو میگرفتم اصلا اونطوری که دلم میخواد نمیشد یا مجبور میشدم بیام از اول ویدیو بگیرم. بچه خیلی چند روز خواهد شدم که اصلا هیچ فعالیتی تو یوتیوب نکردم و فقط شما میتونید یه کار بچه خیلی باشید اگه ما رو لایک بسید ممنون میشید. منم تازه فعالیتم شروع کردم نوبسته شب بعضی ها بگن نه به علاقه خودتون دیگه اصلا خاطر من معمولی چیزی نیست. من در حد سطح خودم سطحی که میتونم دارم پلی میدم. من دارم خودم بچه واقعا خوشحال میشم ویدیو لایک دارم سابسکرایب کنید. منم به دوستات معرفی کنید 10 بخوره شیرینی تیر ندارم. بخوره شیرینی رفتن گرفتنش بابا. اصلا نباید اینجا باید میداد از کیشه بدبختی دیگه کسی هم نداری بلکه دیگه 8 اینجای گیرونی بچه فقط چه باور نشه فعالیت ما فقط یوتیوب میتونه من اگه امیدواری بده کشورم سرگرم کنم یه دنیا میارده اینم با کار من همین که شما بابا این نگسته یه نماره خرد کلا من خیلی خوشحالی میدید. نمیدونم من خیلی بریم ادامه بازی. تو کجایی پس کجا رفت دو شما بابا من اصلا گمگم شدم کجا رفت حوصله‌مون خیلی فاصله‌مون زیاد نه زیادترم میشه بچه ها نگاه کن وضع گوشی نگاه کن اما اینجا من منتظر بودم که حوصله‌مونم زیاده لایک
حرف بزنم گلوم هم گرفته فقط We're losing this fight. چیزم هم کنم که بوی نه نمیدونم بچه خیلی گوشی Must lead. آدم عاقل با این گوشی میاد بچه واقعا داره لایک میکنه من همیشه بودم پلنگ نمیکنه این اصفان بچه چهار تا بکنم مثلا این کار دیگر حالا اینم گرفته نمیدونم دارتون کنم بچه میخوام یه بین اسکینا من میخوام یه اسکینی رو برای بتل و مولتی میخوام یه اسکین رو انتخاب کنم میخوام از کدوم مشورت بگیرم بچه که از کدوم اسکین رو بذارم این اسکین رو بگیرم که ریتش خیلی خوشحال میکنم که این کامنت ها بگید و همین دیگه 15 به 2 خدا کنه بسم بابا ببینیم من اینجا میزنم یه جا دیگه من میزنم یه جا دیگه خنده داره نه بچه بعضی مواقع اصلا نمیتونم بابا Buona morena che tira tutta. میگم وقتی اگه انمی رو دمیج کردید به احتمال 96-97-98% میزنید چون اون موقع انمی گل میشه کجا داره خمده حالا من ناموشم اون ناموشی نه قطعا میدونم نمیدونم پس این یه نصیحت درخشانی از من به Enemy Shock RC is coming. نگاه کن فکر میکنه من قصه بابا الفرار اگه زدنش شیرینی بابا نگاه شما واقعی گوشی بردنم فکر کنم که درخواست دوستی داشت خیلی پسر گلیه حالا من خیلی کنیم خبیده دوستی برینش بگیده برای من کنیم داشت واقعا مرام زیاد بنازم مرام بنازم در فکر نکنید بچه ها
دلم نمیاد بزنمش یا خیلی بچه باله. بچه این هم از پایان بازی و دیگه با این رفیقمونم دوست شدیم دیگه. هیچی دیگه صاف بچه فراموش نشه. این هم یه خاطره قشنگی شد برامون که یاد بگیریم همیشه هیچ قرار نیست خیلی عشق داشته باشیم. مخلص ما داره راحت میگم سابلت کنم.